دوستان عزیزم سلام، وقت همه شما به خیر و شادمانی. من حمیدرضا شیخ هستم، مدیر شرکت اویتن فرانسه. امروز طبق برنامه هایی که داریم و برنامه ریزی که در زندگی جاری هم هست، فرصتی شد که به یکی از جنگل های حاشیه‌ای شهر بیام و ضمن اینکه هوایی بخوریم و نفسی تازه کنیم، فرصتی باشه یکی از سوالات دوستان رو هم پاسخ بدم. یکی از دوستان سوال کرده بودن که چطور میتونیم روحیه و انگیزه رو در کارکنانمون، در پرسنلمون و شاید در شرکامون بیشتر کنیم. نکته که باید به اطلاعتون برسونم اینه که 3 بند و 3 اصل مهم رو باید شما در نظر بگیرید و اونی که در ابتدا باید خودتون فردی با انگیزه باشید و خودتون بایستی که با عشق و هدف دنبال کاراتون باشید. دوم این که دیدگاهتون رو به دیدگاه شرکایتون و کسانی که با شما هستن نزدیک کنید. در واقع اون منظری که شما میبینید که کار رو اینجور شروع کردید و با این شوق اشتیاق دارید دنبال میکنید، دیگرون هم با شما به این شوق اشتیاق برسن و با این شوق اشتیاق با شما همکاری کنن، همون دیدی رو ببینن که شما دارید میبینید. سومین مطلب اینه که هدفتون رو باید عمومی کنید. متاسفانه در بعضی جاها عنوان میکنن که ما به خاطری که ترس از این داریم که اهدافمون رو به دیگرون بگیم، چرا که ایده ما رو میدزدن، نظر ما رو میدزدن. این بحثایی است که یک مقداری واقعی نیست، چون اگر ما بنای درستی رو داشته باشیم مطمئن باشید که دیگرون نمیتونن به این اهداف شما دست درازی کنید و همیشه شما پیشروی اون اهداف و پیشروی اون سیستم و بازار خودتون هستید و به هیچ عنوان نبایستی که این نگرانی در شما ایجاد بشه که دیگران میان الان اهداف من رو میدوزن. حالا برای اینکه اهداف رو عمومی کنیم 3 راه حل داره. یکی این که اطلاع رسانی کنید، مثلا برای همکارانتون یا کسانی که برای شما کار میکنن تابلوی آماده بکنید و تو این تابلو نشون بدید که چند درصد سود کرده، چند درصد زیان داشته، چند درصد پیشرفت بوده، کدوم بخش بیشتر کار کرده، کدوم بخش کمتر کار کرده. اینها رو نشون بدید و به روز باشه تا اینها اون واحدی که میبینه کمتر سود در آورده یا کمتر کار کرده رغبت پیدا بکنه که فعالیت خودش رو بیشتر کنه. کار بعدی اینه که برای شرکتتون لوگو داشته باشید، طرح داشته باشید. مثلا اگر جزء اهداف شما اینه که بتونید به یک کارخونه بزرگی رو تأسیس بکنید و یک شرکت بزرگی ایجاد بکنید، بهترین کاری که این هست برید مثلا روی اینترنت، یک بخشی رو پیدا بکنید و تصویر رو پیدا کنید از یک ساختمان بزرگ، از یک کارخونه بزرگ، از یک و اونو در قاب بگیرید، پخشش کنید، پوسترش کنید و در بخش‌های مختلف شرکتتون بذارید، هم برای خودتون هم برای دیگرون. باعث میشه که همه باور کنن که این ایده هست و این ایده عملیه و جایگاه شما برای رسیدن به این ایده هست. کار بعدی که باید بکنید اینه که بیشتر دوستان در جلساتی که میذارن، در میتینگ ها و در جلساتی که میذارن بحث‌های خشک انجام میدن بیشتر و دائما روتین هست، ولی شاید بهترین باشه که الان به جای این همه بحث‌های تئوریک بعضی مواقع فیلم‌هایی هستن که به ما ایده میدن. این فیلم‌ها شاید گاهن چند دقیقه باشن، مثلا چگونه مکدونالد وارد روسیه شد. اگر که شما این فیلم رو ببینید، یک فیلمی که بوده کمتر از 15 دقیقه است، با کارکنانتون ببینید و بعد میتونید بحث کنید، گفتگو کنید و به شما سیاست میده و اهداف شما رو مشخص‌تر می‌کنه. بنابراین برای اینکه به اهدافتون نزدیکتر بشید و اهدافتون رو بعد اونجا با هم دیگه صحبت کنید، یکی از روش‌ها همینه که این فیلم‌ها رو ببینید، فیلم‌ها و در واقع فیلم‌های مستند رو ببینید، اونها که بحث‌های بازرگانی هستند و مدیریتی. خب من دیگه فرصتم تمامه، بعد برم به دوستان دیگه برسم. همه شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا حافظ. مواظب خودتون باشید. ایام به کامتون باشه. روز خوش.